40مین روز درگذشته یه پدر مهربان و دلسوزی، یه پدری که عاشق فرزندانش بوده، یه پدری که عمری زحمت کشیده برا فرزندان خوده، فرزندان بزرگوار این بابا. الان چه شبان روزه دیگه صدای نازنین بابا سنجان رو نشنیدیم. الان چه شبان روزه دیگه خندای زیبای بابا رو ندیدیم. میخوام بگم صفای خانه مردم، پدر و مادر اون خانه، خدا پدراتون و براتون نگه داره. اگر پیرم باشن گوشه خانه باشن بازم تکیه‌گاه اولادن. هر وقت دل پسر دل دختر میگیره میاد تو خونه بابا، دستان پینه بسته بابا